نمیشه اگه بهتون بگم بزرگان غربی درباره زن چی گفتن. ارسطو: زن مرد ناقص است. ناپلئون: زن ساخته شده که تسلیم مرد باشد. شوپنهاور: زن حیوانی است با گیسوان بلند و عقل کوتاه. برترن راسل: زن دروازه جهنم است. سیسرو: زنان برای زیبایی آفریده شدند، نه برای خرد. حالا ببین بزرگان ایران درباره زن چی گفتن. فردوسی: زنان را ستایش بود دین و کیش. سعدی: زن خوشخوی چون پیامبر راست. مولانا: زن چون طاووسی است با زیبایی و شکوه. حافظ: زن مایه آرامش جان است. بوعلی سینا: زن شریک مرد در خرد و همدم او در زندگی است. و کوروش بزرگ: زنان را گرامی بدارید که آنان پایه‌های آزادی و شرفند. نسلی باشیم که هویت خودمون رو به فرزندانمون یاد بدیم، نه جهل و خرافات. اگه به زن ایرانی افتخار میکنید و دوست دارین فرهنگ زنده بمونه، لایک کنید و برای اطلاع از تاریخ ایران ما رو دنبال کنید.